با دستور حکومت جمهوری تاجیکستان و مساعدت جمعیت سهامی شده شبکه‌های انتقال برق در زیرساخت‌های برقی 235 به 6 کیلوولت‌های سیبستان ناحیه دنغره با مقصد بهتر نمودن اعتمادناکی تامینات نیروی برق در دایره نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی از جانب متخصصان فیلال جمعیت سهامی شده شبکه‌های انتقال برق در شهر باختر، ساختمان نوبت دیوم زیرساخت با نصب ترانسفورماتور اقتدارش 25000 کیلوولت آمپر در مرحله انجامیابی قرار دارد. رهبری وزارت انرژی و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان جمعیت سهامی شده شبکه‌های انتقال برق، مسئولین مقامات اجرا کننده دولتی ولایت ختلان و ناحیه دنغره از رفت کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور دیدن نمودند. اطلاع داده شد که زیرساخت برقی 235 به 6 کیلوولت سیبستان با یک عدد ترانسفورماتور اقتدارش 25000 کیلوولت آمپر سال 1979 ساخته شده است. از این زیرساخت جماعت دهات سیبستان ناحیه دنغره و قسمان دیگر دهات ناحیه با برق تامین کرده می شود. با بنیاد انشاءات نوی تعییناتشان گوناگون، محله‌های نوی اهالی‌نشین و عموما بیشتر گردن شماره مشتریان چند سال اخیر زیرساخت با سرباری فعالیت دارد. برای حل این مشکلات در ادامه از کارهای تجدید نوسازی انشاءات ساحه، مسئولین فیلال جمعیت سهامی شده شبکه‌های انتقال برق در شهر باختر ساختمان نوبت دیوم زیرساخت را به نقشه گرفته با تحویل ترانسفورماتور اقتدارش 25000 کیلوولت آمپر و دیگر تجهیزات ساحوی ساختمان نوبت دیوم زیرساخت ماه آگوست سال روان آغاز گردیده آن در ماه دکمبر مورد استفاده قرار داده می شود. ضمن معرفی لایحه ساختمان نوبت دیوم زیرساخت تاکید شد که بعد انجام کارها در انشاءات مشکلات با سرباری کار کردن زیرساخت برای کمش 20 سال پیش آمد پورا برطرف گردیده، همزمان در حالت به میان آمدن ضرورت امکان است که از زیرساخت برقی 225 به 6 کیلوولت سیبستان توسط زیرساخت برقی صنعت ناحیه‌های تیمور ملیک و بلجوان نیز با برق تامین کرده شود. گفته شد که برای ساختمان نوبت دیوم زیرساخت ترانسفورماتور و دیگر دستگاه تجهیزات لازمه ساحوی از شرکت‌های با نفوذ تولید کننده چنین نامگوی محصولات دسترس گردیده، در برابر ترانسفورماتور و دستگاه‌های تقسیمات برق همزمان در بینای نظارت کار زیرساخت تجهیزات موثر وصل نصب کرده شده است که متخصصان ساحه با استفاده از آن کار منظم زیرساخت را تامین می‌نمایند. در دوره این کارهای ساختمانی نوبت یکم زیرساخت نیز از طرف متخصصان فیلال جمعیت سهامی شده شبکه‌های انتقال برق در شهر باختر از تعمیر خصوصیت برآورده شده، تجهیزات اساسی ترانسفورماتور عوض کرده شد. رهبری وزارت انرژی و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان به صفت کارهای ساختمانی در انشاءات بهای بلند داده ابراز داشتند که پس از تجدید ساحه انرژی و در ساختار آن به فعالیت شروع نمودن جمعیت سهامی شده شبکه‌های انتقال برق و فیلال آن در شهر باختر با پشتیبانی از سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تامین رشد ساحه در 6 زیرساخت برقی 110 کیلوولت حدود ولایت نوبت دوم و سوم به راه مانده شده. در زیرساخت برقی 135 به 6 کیلوولت قرغان تپه ترانسفورماتور 16000 کیلوولت آمپر با 40000 کیلوولت آمپر، زیرساخت برقی 135 به 6 کیلوولت مرکز ناحیه وش ترانسفورماتور 6300 کیلوولت آمپر با ترانسفورماتور 16000 کیلوولت آمپر، زیرساخت 135 به 6 کیلوولت شگناوی ناحیه خوالینگ ترانسفورماتور 10000 کیلوولت آمپر با ترانسفورماتور اقتدارش 25000 کیلوولت آمپر عوض کرده شد. همزمان در خط برقی 110 کیلوولت زیرساخت برقی پخترسی قرغان تپه پایه‌های خط برقی یک زنجیره با پایه‌های دو زنجیره عوض و زنجیره دوم آن کشیده شد. امروز با دستگیری جمعیت سهامی شده شبکه‌های انتقال برق از طرف متخصصان فیلال جمعیت سهامی شده شبکه‌های انتقال برق در شهر باختر لایحه ساختمان خط برق و زیرساخت 135 به 10 کیلوولت همدانی ادامه دارد که تطبیق آن باز یک مشکلات اساسی را در تامینات برق بهتر می‌نماید. ساخته به استفاده دادن نوبت دیوم زیرساخت برقی 225 به 6 کیلوولت سیبستان که به دوره زمستان امسال راست می‌آید، این برای کاری با اعتماد زیرساخت مذکور در این موسم مساعدت خواهد کرد. مسئولین مقامات اجرا کننده دولتی ولایت ختلان اوید به این دستاوردهای ساحه برآمد کرده ابراز داشتند که در شهر باختر طبق نقشه فیلال جمعیت سهامی شده شبکه‌های انتقال برق باید یک زیرساخت برقی نو ساخته شود که این اقدام برای حل مشکلات جای داشته باز یک نوگانی در رشد ساحه انرژی ولایت ارزیابی کرده می شود.